یه گزینه عالی و جذاب برای شکلات دوستا. پس با من همراه باش. بستنی، موز، شیر، سس شکلاتی، بیسکویت و پودر کاکائو. موزا رو به تکه‌های ریز خورد کنید، داخل مخلوط کن بریزید. 2 لیوان شیر خنک، 2 قاشق چایخوری سرپر پودر کاکائو، 2 قاشق غذاخوری شکر و 10 عدد بیسکویت کاکائویی. میتونید از کیک کاکائویی استفاده کنید. حالا 2 اسکوپ بستنی هم بهش اضافه میکنیم. خوب همه رو اینجوری خوشگل با هم ترکیبش میکنیم. روی لیواناتونم با سس شکلاتی طرح بندازید. اینم از شیک شکلاتی، یه گزینه عالی و جذاب و خوشگل واسه مهمونیاتون درست کنید و نوش جان کنید.